دادگاه ولایت سوخت روز 24 فوریه سال 2023 زاکر عظیموف ساکن شهر منتاباد نویه ظفرآباد را بر اساس قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان در قتل بیرحمانه و سوزاندن جسدهای زن و فرزند خردسالش گناهکار شناخته به 23 سال زندان محکوم کرد. این حادثه ننگین که شب 28 نوامبر سال 2022 رخ داد، یکی از پرسر و صداترین کشتارهای سال گذشته در ولایت سوخت بود. نظر نزدیکان اعظموف به حکم دادگاه معلوم نیست، ولی این حکم طرف جبر دیده را قانع نکرده است. نورنیسا رحمتووا مادر فیروزه اعظمووا که همراه طفل 9 سالش کشته شد بعضی پلوس گفته است که آنها میخواهند از حکم دادگاه ولایتی شکایت برده به زاکر عظیموف حکم عمرباد طلب کنند. برای کشتار 2 نفر و بعدا باز آتش زدن جسد بیجان 23 سال زندان کم است. ما به عدالت سعودی باور داشتیم و وکیل دفاع نگرفتیم، زیرا اعتماد داشتیم که او به حبس زندان ابد محکوم می شود، گفته است نورنیسا رحمتووا. او نقل کرده است که دخترش با زاکر اعظموف 10 سال پیش عائله برپا کرد، ولی در زندگیشان مناقشه نیز رخ میداد. او را شوهرش با پسرش آورده ماند و گفت پس از 2 ماه به خانه میبرم، اما 2 سال دخترم با نبیرم در خانه موزه است. وقتی از شوهرش خواستیم که یا زندگی کند یا جدا شود، آمده زنش رو برد. از بین چند مدت گذشت و هم دخترم و هم نبیرم را بیرحمانه با تبر کشت و بالای این با جسد بیجان آنها را آتش زد. ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت قبلا خبر داده بود که ساکن شهر منتاباد زاکر اعظموف شب 28 نوامبر سال 2022 همسر 36 سالش اعظمووا فیروزه و فرزند 9 سالش اعظموف سیاجان را کشته، سپس جسد هر دو را آتش زد. زاکر اعظموف در پی این حمله وحشیانه از جای حادثه فرار کرد و به کارمندان میلیڅ تنها بعد 4 روز جستجو میسر شد که او را دستگیر کنند. وقتهای آخر در پس منظر افزایش حادثه‌های کشتارهای دهشتناک از جمله کشتار کودکان خردسال در جامعه تاجیکستان صداهای بلند می شود که حکم قتل را نسبت به قاتلان و آنهایی که به ناموس کودکان تجاوز می کنند برقرار کنند.